طرح تهیه توت زمینی و جوس کیله میکس. این موادهای اولیه است: کاکائو، شکر اگر کسی دوست داشت مقدار ضروری، کیله، توت زمینی، و همچنان شیر و یه میکسر که آماده درست کردن جوس است. حالا شروع میکنیم به باز کردن کیله، پوست کیله، و اونایی که ورزش میکنن برای اونا بهترین جوس برای تقویت بدن. اونایی که ورزش کار میکنن باید از این جوس ها جور کنن تا پرقدرت باشن در حالتی که ورزش میکنن. حالا یک مقدار توت زمینی اضافه میکنیم. توت زمینی برای میکس کردن همراه کیله بهترین جوس درست میشه، هم تیره میباشه و هم راحت نوش جان میشه. دیگه حالا شیر اضافه میکنیم. شیر اضافه کردیم، یک مقدار کاجو و یک مقدار چهارمغز، یک مقدار میکس، بادام، پسته و غیره. همچنان کاکائو پسته دار، شکرم مقدار ضرورت تا مندازم و حالا آماده شد برای میکس کردن. حالا سرپوشش میمونیم، آغاز میکنیم به میکس کردن جوس. جوسی که در حال میکس شدن است. البته جوسی که همراه توت زمینی درست میشه تیره می باشه، ولی خیلی خوشمزه، طعم خوب. و همچنان جوسی که درست کردیم برای ورزشکارها بهترین جوس است تا نوش جان کنن برای ورزش و برای سلامت بدنشون. تهیه کردیم، جوس تهیه شد. اضافه میکنیم در گلاس. همچنان یک دانه توت زمینی اضافه میکنیم. لایک سابسکرایب از یادتون نره.
این هم آخر کار.